السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قصه را یک امام نقل می کند. از شنیدنش با چشمانم اشک جاری شد و خواستم آن را با شما پیشنهاد نمایم. در شامگاهی سردی دهم ینوری سال 2006، زمانی که برف مثل اشک آسمان میریخت، شهر خردکک در آغوش زمستان سفید فرو رفته بود. روز عید بود، عید قربان، و مسجد پر از مردم، هوا سرد ولی قلبها گرم. امام مسجد، مرد با تقوا و موی سفید پر از مهر و حکمت، با دل پر از اندیشه آمادگی میدید. یک روز پیش از عید خبر آمد که پگاه دو جنازه دارند، یک مرد و یک زن. این خبر نظر به عادی می نمود، اما آن روز سرنوشت چیز دیگری را برای مردم دهه هدیه می کرد. پس از ادای نماز عید با گرد همایی هزاران نفر دو تابوت و کتفهای مردم برداشته شد. برف میبارید، زمین لغزان، اما تابوتها با احترام خاصه به سوی آرامگاه آخرین حرکت میکردند. مردمش در چشم، سکوت در لب و آرامی عجیب فرا گرفته شدند. وقتی دو تابوت پای هم به نزد قبرها رسید، گریه پنهانی به ناله تبدیل یافت. امام که با چشمان پر از حیرت نظر میکرد، به نزدیکان میتان نزدیک شد. آنها کی بودند؟ پرسید با آوازی پست. یک مرد سالخورده با چشمان پر از اشک گفت: دام الله، آنها یک وقتها با هم زن و شوهر بودند. همه چیز یک باره معنا یافت. آنها در یک مکتب تحصیل کرده بودند. در جوانی با هم آشنا شده، با محبت پاک ازدواج کرده بودند. اما با گذشت سالها فرزند نداشتند و با فشار جامعه خویش و تباران آنها را از هم جدا کردند. آنها مجبور شدند راه‌های جدا را پیش گیرند. زن بی فرزند، مرد تنها، هر کدام بخت نو را جستجو کردند. ولی محبت پاک و خالص در دل آن مرد رحمتی نمرده بود. پس از هر نماز صورت همسرش را گرفته به خاطر او دعا میکرد. میگفت: ای پروردگار، من از او راضیم. او پاک بود، صالحه بود. او حق شوهر را ادا کرد طوری که باید میکرد. وقتی زن از دنیا گذشت، وصیت کرد که در دهه پدری شوهری سابقش جنازه را خواند. مرد باشد همان روز در جای دیگر جان به حق سپارید و در یک وقت، در یک روز آنها برگشتند به هم. قبرکن نیز اشک در چشم گفت: من پیشکی دو قبر کنده بودم، نمیدانستم برای کی. همان صبح نیت کردم که سرما بسیار است، مردم را در این هوا زیاد اذیت ندهم، گویان دو قبر را پیشکی کنده آماده کرده بودم. حاضر میبینم هر دو در پهلوی هم خوابیدند. مردم همه به حیرت افتادند. امام به سوی تابوتها نگاه کرده با آواز لرزان گفت: این محبت حقیقی است. این نه تصادف بلکه حکمت پروردگار است. آنها در دنیا جدا شدند، ولی پروردگار آنها را در آخرت یکجا کرد. جنازه زن و شوهری که همدیگر را با محبت راستین دوست داشتند و وفا کردند، امروز در روز عید، در روز دعا و برکات، در روز گشوده شوی درهای بهشت، در کنار یکدیگر
در سکون جاودانی پیوستند. امام گریست، مردم نیز گریستند. آسمان برف میبارید، برفی که مثل دعای حیات و محبت جاودانی سفید و پاک بود. آن روز همه شاهد یک محبت ابدی شدند، محبتی که مرگ نتوانست آن را جدا کند و هر که شنید اشک چشمش را پنهان کرده نتوانست. پس از جنازه آن روز پسر بچه که 12 ساله بود و همراه پدرش به مسجد آمده بود سکوت شکنی کرد. پدرم، آیا محبت همین گونه میتواند ابدی باشد؟ پدرش مرد آرام با چهره نورانی به پسرش نگریسته گفت: اگر محبت از دل باشد، با اخلاص و بی‌غرض باشد، حتما ابدی میماند و حتی اگر قسمت جدا آورد، قلب‌ها یکدیگر را یاد می‌کنند، مانند دو ستاره که هرچند دور همیشه در یک آسمانند. پسرک سر جنبانید: من میخواهم یک روز با شخص چنین محبت داشته باشم. پدرش با تبسم به او گفت: آن وقت بدان که محبت تنها احساس نیست، آن صبر است، دعا است، آمرزش و اطاعت به تقدیر خداوند است. آن روز در دل هر یک حاضر به ویژه نورسان شعله نور افروخته شد. امید محبت پاک، محبتی که حتی مرگ قدرت جدا کردنش را ندارد. وقتی آرامگاه آرام شد، امام با نگاه اندیشه به دو قبر پهلو به پهلو نگریسته با آواز پست و محبت آمیز گفت. از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: اگر زن 5 وقت نمازش را بخواند، در ماه رمضان روزه بگیرد، عفت خود را نگاه دارد و از شوهرش اطاعت کند، از هر دروازه‌ای که بخواهد وارد بهشت می شود. روایت از حبان. سپس به مردم رو آورده گفت: وفا، محبت و صبر، اینها نعمت‌هایند که پروردگار تنها به دل صاف عطا می‌کند و هر محبت پاکی که در دنیا آنجا انجام یابد، خدا می‌تواند آن را در آخرت به گل تبدیل دهد. هر کسی که راستین دوست داشت و گناه نکرد، ثوابش نزد پروردگار است. آن روز محبت سخن گفت و آن سخن نه با زبان بلکه با آرامی دو قبر پهلو به پهلو با دو جان که در آخر همدیگر را یافتند گفته شد. ای پروردگار عالمیان، ای خدایی که دلها را به هم می پیوندی، محبت را در قلبها جا می کنی، محبت را آفریدی و زندگی را با مهر و وفا آراسته ای. با لطف و مرحمت بی نهایت امروز دست دعا برداشتیم و از درگاه تو با نیاز التجا داریم. یا الله، میان زن و شوهری که برای رضای تو با هم می پیوندد، محبت و رحمت را پایدار گردان. دلهایمان را از کینه و نفرت پاک نما. میانمان را با مهر و محبت، با صبر و بردباری و با وفاداری پر کن. ما را هرگز از هم جدا مکن مگر به مرگ.
و حتی پس از مرگ نیز در بهشت نصیب همدیگر گردند. به ما عمر دراز، روزی حلال و حیات پر از رضایت خود عطا نما. ای پروردگار، ذریات ما را برکت بخش، فرزندان صالح، دانشمند و تقوادار عطا نما. دلهای فرزندانمان را از نور و رحمت اسلام پر کن. با آنها ایمان، حیا، عفت و عدالت آموز. با پدر و مادران توفیق ده که فرزندان را در راه راست به وایه رسانند. الهی محبت بین هر زن و شوهر را چنان مستحکم گردان که هیچ دشمن نتواند میانشان را به جدایی کشد. آنها همدم هم باشند، در خنده و گریه، در آسانی و سختی، در تندرستی و بیماری و تا آخر در پهلوی یکدیگر با محبت باشند. پروردگارا، قلبهایمان را از غم و حسد پاک گردان، ذکر تو را در خانه امان پایدار نما. ما را از هر بلا، از فتنه امین دار. خاندار ما را از محبت تو و نور سنت نبیت روشن گردان. ای بخشنده گناهان، به ما و تمام عائله‌مان هدایت و بخشایش عطا کن. در دنیا با ما نیکی ده و در آخرت نصیب بهشت گردان. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.